باشه عشقم، اومدش. من بهت زنگ میزنم. خداحافظ. به به، چه بوی قرمه سبزی عشقم، چه کردی ها، دمت گرم. چه زود اومدی محمد، خیلی خستم. نازنینینام زنگ زدن نهار دارم میان اینجا. حمید به من چیزی نگفته؟ زنگ زدم نازنین گفت حمید رفته باشگاه، تو هم برو یه دوش بگیر برای نهار سر حال باشی. بچه‌ها من دلم یه مسافرت توپ میخواد. پایه اید بریم؟ آخ ستاره گفتی، من یه هفته است دارم به حمید میگم بریم مسافرت، ولی کدومش شنوا. حالا بگو ببینم کجا دوست داری بریم؟ اگه خانوم منه که الان دلش هوس شمال کرده. نه محمد، اتفاقا دلم میخواد بریم کیش. پس حل دیگه، آخر هفته همین جمع میریم کیش. تمام کاراشم خودم میکنم. من نمیتونم، مامانم این هفته قراره بیاد خونمونا. یعنی چی بدون هماهنگی با من مهمون دعوت میکنی؟ بار آخرت باشه، زنگ بزن سری کنسلش کن، وگرنه میذارم دهنت کارو خون بشه. آره بیا بزن، من بی خود کردم یا